چند روز پیش مهدی پس، اگر نمیشناسیدش، یه کانتنت کریتوریه که در مورد پی اس فوتبال و ای فوتبال ویدیو میسازه و مثلا پک باز میکنه و گیم پلای آنلاینشو میره، اینا چالشیشو میذاره. اومد توی اینستاگرام استوری گذاشت که گفت من خیلی موفقم، من خیلی از زندگیم راضیم، یوتیوب منو به خیلی جاها رسوند و اینجور چیزا. اومد داخل تلگرام، البته اینو بهتون بگم، تو داخل استوریاش مثلا میگفت ما خیلی خانواده فقیری بودیم، مادرم فقط برای اینکه من و برادرم نمیریم میرفت کار میکرد تا پول در بیاره و اینجور چیزا. عکسایی هم آپلود میکرد که نشون میداد با دبه بطری آب معدنی برای خودش سافت باکس درست میکرده. حداقل دمت گرم، من همون سافت باکسرم ندارم الان باش ویدیو درست کنم، دارم با لامپ نور دهی میکنم آقای مهدی پس. و اومد داخل تلگرام پکیج هایی به اشتراک گذاشت، گفت 10 نفر اول رو با تخفیف براشون میفروشیم. حالا این مشکلش چی بود؟ پکیج ها واقعا چیز مزخرفی بودن. خودش کسی بود که میگفت با پکیج فروش ها خیلی مخالفه، ولی خیلی هیت گرفت از طرف یوتیوبرهای بزرگ و اینجور چیزا، در حدی که واقعا انتظاراتی که مهدی پس داشت از دستش رفت دیگه. کلا پرید و یه جور به چخ رفت همه انتظاراتی که از مردم داشت. اومد داخل تلگرام خودش وایس های طولانی مدتی گذاشت که حالا من یه خلاصه بهتون بگم. خلاصش این بود که اومد چند تا یوتیوبری که اومدن این کارو براش چیز کردن، چی میگن، بهش هیت دادن و توی این قضیه جوابشون رو داده و کلا نتیجه این پکیج فروشی رو بهشون داده. خیلی یوتیوبران بهش گفتن رویا فروش، یا چیزی که فقط الکی پول میگیره و هیچ تأثیری نداره و فقط یک رویا رو توی دل مردم با گرفتن اون پول را میندازه، در حالی که مثلا مستر بیست با 500 میلیون سابسکرایبر حتی بهتر از اونو توی ویدیوهای خودش به صورت رایگان توی پادکست های مستر بیست گذاشته و میتونید برین داخل یوتیوب مثلا سرچ کنید مستر بیست پادکست و اونجا آموزش های موفقیت در یوتیوب رو ببینید. قیمت پکیج هایی که مهدی پس گذاشته بود حدود 10 میلیون تومن بود که 5-6 تا مرحله داشت برای آموزشگیری و فقط پکیج هایی بودن که چند تا وایس براشون میفرستا که اونا رو گوش بدن و مثلا موفق میشدن. و اومد گفت که 10 نفر 20 نفر اولی که بیان و پکیج ها رو بخرن، به جای 10 میلیون باشون 2 میلیون 4 میلیون حساب میکنیم. امیر زید اومد توی این جواب گفت که خب اصلا تو نفر اولم بری بگی که خب من یه پکیج میخوام، یارو میاد بهت میگه اون 20 نفر پر شده دیگه. 20 نفر از کجا قراره اونی که قراره ازت بخره میدونه؟ میاد میگه 20 نفر پر شده و خریدن و اینجور چیز چرت و پرتا. از این لحاظ هیت گرفته و سویل سولبا هم اومده توی این موضوع از مهدی پس حمایت کرده، حالا به چه دلیلی نمیدونیم. و خلاصه که پکیج فروشی مهدی پس باعث این شده که خیلی از یوتیوبرها بهش گفتن پول دوست و پکیجم نهایت فوق به درد بخورش بوده که اومده و گفته فقط آموزش اینه که چطوری به $1000 اول درآمد برسی، چطوری کلابریشن بذاری، و اومده گفته از جزو اون 10 نفر اول باشی میارمتون و با یوتیوبرهای بزرگتر کلابریشن براتون میارم. کلابریشن نمیدونین چیه؟ این که مثلا بیاد ویدیو با بقیه یوتیوبرها ویدیو بذاره. من مثلا میخوام برم با مثلا آیشو اسپید ویدیو بذارم، با هم دیگه ویدیو بذاریم، به اون میگن کلابریشن. میگن مثلا صد ریسس اومده با آیشو اسپید کلابریشن گذاشته و اینجور چیزا که حالا نمیدونیم دروغه یا نه، ولی خلاصه مهدی پس حاشیه های بزرگی براش ساختن. لایک و کامنت و دنبالتون نره. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و
براتون جالب باشه برای خبردار شدن از دراماهای جدید یوتیوب فارسی و اخبارهای تکنولوژی، نمیدونم دراماها، حاشیه ها و تمام اتفاقات ترندی که میفته چنل من رو دنبال کن و هرگز ویدیوها رو از دست